روی جلد هم اختصاص داره به انتخابات در ایالات متحده آمریکا، با اینا یا با اونا. نگاه کنید روی جلد جالبی است، آثاری از آقای دکتر صدرالدین الهی، سکا خانم الهی بغرا، آقای عباس پهلوان، آقای علوان مفید، آقای ناصر انقطاع، شاهین و خیلی کس، آقای شهرام همایون، آقای دکتر علیرضا نوریزاده و خیلی ها. این آخرین شماره است. خب همین الانم بریم به سراغ سکا خانم الهی بغرا. خانم بغرا سراپا گوشیم به یکی از مقالات شما، دموکراسی یعنی ترکیب علم و سیاست، یا آمیزه از علم و سیاست، یا علم متکی بر سیاست، یا سیاست متکی بر. گوش میکنیم. بله، من اون دو سلسله مقاله رو در رابطه با همین تلاش هایی که درباره اتحاد یا ائتلاف انجام میشه نوشتم و به نظر من یکی از دلایل شکست نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و همچنین یکی از دلایل شکست خود جمهوری اسلامی در به اصطلاح تخفیف یا حل مشکلات اقتصادی اجتماعی مردم این هستش که سیاستشون از علم و دانش جدا هست. یعنی جمهوری اسلامی کار رو سپرد به یک سری آدم‌های سیاسی عقیدتی که هیچ اطلاعات کارشناسی به ویژه در زمینه اقتصاد، به ویژه در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی ندارن. یعنی همه اونها رو محدود کرد به عالمان الهی، عالمان هم در همون حدی که در فرهنگ آخوندی فهمیده میشه، و مسائل اسلامی، مسائل عقیدتی. به همین دلیل اگر جمهوری اسلامی یک زمانی به این عقلانیت برسه و یا کسانی که دلشون به حال نظامشون میسوزه باید به این گسست توجه بکنن. زمانی که سیاست از علم و دانش کارشناسی جدا میشه طبیعتاً شکست خواهد خورد. به نظر من این گسست در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم وجود داره و اساساً در نیروهای سیاسی ایران از قدیم، از همون انقلاب مشروطه وجود داشته. وقتی ما جریان انقلاب مشروطه رو دنبال میکنیم اتفاقا در اونجا به نظرهایی برمیخوریم که بسیار آگاهانه تر و علمی تر حتی از نظرهایی بودن که مثلا 3 دهه بعد، در دهه 40-50 و بعداً پس از انقلاب، پس از جمهوری اسلامی در صحنه سیاست جامعه ایرانی مطرح میشه. به همین دلیل اپوزیسیون هم اگر میخواد، یعنی با شعار و با یک سری برنامه‌های سیاسی عقیدتی که چون مثلا فرضاً من چپ هستم بنابراین باید عدالت اجتماعی رو به این شکل شعار بدم، یا چون راست هستم باید این کار رو بکنم، و یا چون نمیدونم ناسیونالیست هستم تمامیت ارضی رو به این شکل مطرح بکنم، اینها همش سیاست هست. اما پشتش نظرهای کارشناسی، نظرهای علمی وجود نداره. افرادی وجود ندارن، یعنی این پیوند بین سیاسیون و افراد کارشناس وجود نداره که اینها در واقع برنامه‌هاشون رو بر اساس دانش و علم به مردم ارائه بدن، نه صرفاً بر اساس سیاست. من این رو مطرح کردم و از اینجا خواستم به این نتیجه برسم که تمامی این تلاش‌هایی که الان در رابطه با ائتلاف یا اتحاد یا ایجاد یک پایه تکیهگاه مردمی که مردم بتونن بهش اعتماد بکنن و در عین حال مورد خطاب جامعه جهانی هم بتونه قرار بگیره و جمهوری اسلامی هم ببینه که همچین نیرویی داره در برابرش عرض اندام میکنه، این گسست رو سیاسیون باید تلاش کنن از میان بردارن. و پیشنهاد من این بودش که اتفاقاً هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت یک نهاد ملی، حالا شورای ملی هست یا هر چیز دیگه‌ای که اسمش هست، باید از کارشناسان علمی، تأکید میکنم به ویژه از اقتصاددانان که مهمترین مسئله ایران در حال حاضر همین مسائل اقتصادی هست، کارشناسان نفت، کارشناسان انرژی هسته‌ای. من ممکنه خودم شخصا مخالف انرژی هسته‌ای باشم ولی این یه عقیده شخصی منه. شاید کارشناسان اقتصادی در کنار کارشناسان انرژی هسته‌ای
واقعا تشخیص بدن که ایران برای اینکه بتونه از این بحران بیرون بیاد لازم هست که از انرژی هسته‌ای برای مثلا تولید برق استفاده بکنه. به خصوص این که وقتی میبینیم کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای در حال رشد، نه در رشد یافته آسیای جنوب شرقی، بدون انرژی هسته‌ای امکان نداشت به این حد از رشد دست پیدا بکنن. به همین دلیل عقیده سیاسی من به عنوان یک فرد یا یک حزب به کنار، ولی یک عقیده کارشناسی باید این وسط وجود داشته باشه که مصالح مردم و مملکت رو تشخیص بده. سیاست برای کشیدن این بار سنگین به تنهایی کافی نیستش. به همین دلیل من معتقد بودم که و هستم هنوز که اگر نهادی قرارش شکل بگیره، این نهاد باید بر این گسست بین دانش و سیاست غلبه بکنه با گرد هم آوردن یک سری آدم‌های کارشناس در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصاد، انرژی، نفت و جامعه شناسی، جمعیت شناسی، مسائل جوانان و زنان، همچنین در کنار کسانی که به هر حال به عنوان فعال سیاسی در این حزب یا اون حزب یا به طور منفرد شناخته شده هستند. سیاسی بودن به تنهایی به کسی یک هورمون دانش در زمینه‌های مختلف تزریق نمی‌کنه. به همین دلیل سیاسیون محتاج دانش کارشناسی افراد تحصیل کرده و با تجربه هستند. بر این اساس یکی از ایرادهای من به روندی که این کسانی که کمیته هماهنگی موقت برای شورای ملی در پیش گرفتن، یه اشکالش به نظر من همین ادامه گسست سیاست از دانش هست. یه اشکال دیگرش هم به اصطلاح کار کمپینی که با امضا گرفتن در فضای مجازی رو انداختن، که من این رو هم در مصاحبه‌ای که چند روز پیش با شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردم توضیح دادن ایشون. من البته قانع نشدم و این رو در اونجا مطرح کردم. هنوز هم برای این عقیده هستم که ایشون توضیحشون این بودش که میخوان کار از توده مردم شروع بشه، چون من این رو گفتم که در اون صورت این توده گرایی و پوپولیسم خواهد بود، در حالی که میدونیم در فضای مجازی اگر هم توده‌ای مخاطبی داشته باشید، این توده مجازی خواهد بود. با توجه به اینکه در ایران نه از نظر سواد و نه از نظر دسترسی به اینترنت شما اصلا نمیتونید همچین مخاطبانی رو به خودتون جلب بکنید. و حتی توی مقاله دیگری هم نوشتم حتی اگر شما 50 میلیون امضا هم جمع بکنید، این نشان دهنده هیچ چیز نیست، هیچ چیز واقعی نیست. من اگر فرصت باشه در توضیحات دیگری هم لازم باشه بعداً بیان خواهم. حتما خیلی تشکر میکنم. برای که بفهمیم مفهوم اقتصادی، وقتی میگن باید اقتصاددان ها بیشتر، واقعا مشکل کلان ایران اقتصادی کاملا درست میگن. امروز محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفته نمیتونیم نفت بفروشیم، نمیتونیم پول نفت رو بگیریم، این ور و ور میزنیم، مشتریان اندکی پیدا کردیم، نفت اندک فروختیم ولی پولش رو نمیتونیم بگیریم از اونا، نه کشتی داریم نه ما رو بیمه میکنن. بعد شروع کردیم به موازی سازی در امر بیمه در ایران، این موفق نشد و مملکتی که چنین با صراحت تمام امروز این مسائل مطرح کرده. الان اشاره کردن به اینکه اقتصاددان ها واقعا راست میگن، دقیقا درسته. مشکل اساسی و کلان در ایران آقای دوشکی عزیز، من فقط چند نکته رو اشاره کنم. اول اینکه ببینید الان این کمیته موقت برای تشکیل شورای ملی یک دولت نیست که این دولت باید برنامه‌های اقتصادی ارائه بده، باید متخصصین و کارشناسان اقتصادی داشته باشه. بله، وقتی که شورای ملی تشکیل شد و یک گروهی واقعا رهبری مبارزه رو به عهده گرفتن در فاز بعدی، در مرحله بعدی که مردم میپرسن خیلی خوب ما میخوایم از شما حمایت کنیم که از این شورا اون وقت برنامه اقتصادیتون، اجتماعیتون، فرهنگیتون، بقیه برنامه ها چی هست؟ بله اون موقع دقیقا درسته. الان ما
یه مشت آدمای فعال سیاسی، فعال حقوق بشری، فعال حقوق مدنی هستیم. اینجا اونهایی که واقعا کارشون اقتصاد هست، تخصص در امور هسته‌ای، اقتصاد یا دیگر امور دارن، خب به هر حال شما اگر همه دنیا رو نگاه کنید میبینید یه عده اونهایی که سیاسی هستن خب فول تایم یا 24 ساعته آدمای سیاسی هستن، کسب و کارشون، پولشون، زندگیشون از همین راه سیاست میگذره. در اینو اشتباهی نگیریم با موقعیتی که ما هستیم در خارج. ما سیاسی به معنای سیاستکار که حرفه و پیشمون سیاسی هست نیستیم، هیچ کدوم از ما نیستیم و اصولا در شرایطی نیستیم که سیاست پیشه باشیم و 24 ساعت کارمون سیاست باشه. ما آدمای فعالی هستیم. اکثر اونهایی که دارن این کارو میکنن باید بهشون درود فرستاد، چون واقعا در بین 4 یا 5 میلیون ایرانی ما میبینیم مثلا کمتر از 1000 نفر از اونها اومدن از پول زن و بچه خودشون با خرج خودشون دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن به خارج. الان ببینید در عرض همین هفته گذشته صدای معصومیت و ظلمی که داره به خانم ستوده میره، اصلا مهم نیست خانم ستوده جایگاهش چی هست، جمهوری خواست، مشروط خواه، اصلاح طلب، یک انسانی است که داره حق و حقوقش به بدترین وجهی در ایران مورد داره ضایع میشه. این وظیفه ماست به عنوان فعالان مدنی سیاسی که اون صدا رو منعکس کنیم در خارج و سلام نامه تمام. ما اینجا نه ادعا داریم که میخواهیم اقتصاد ایران رو برنامه ریزی کنیم براش، اون مرحله بعدی هست. در نتیجه در این مرحله مشخص بذار من کاملا اینو توضیح بدم برای هموطنان، چون بعضی موقع این خیلی از هموطنان به جای اینکه بیان از فعالانی که واقعا دارن امکانات خودشونو، وقت خودشونو، همه چیز خودشونو صرف میکنن تا در راه حقوق بشر، تا در راه بیان اون مظالمی که بر مردم ایران داره میره حرف بزنن، به جای اینکه از اونها تشکر کنن طلبکار میشن. از این نظر خیلی مهمه که اینو ما درک کنیم. ما برنامه اقتصادی به اون صورت که به عنوان یک دولت که نیستیم. بله اگه فردا انتخاباتی قرار صورت بگیره و من این دوشه که قراره بخوام برم وزیر و وکیل بشم، دقیقا درسته، مردم باید بدونن برنامه های من چی هست که به اون برنامه ها رأی بدن. برمیگردیم به این مسئله رأی. بحث ما الان رأی نیست، بحث ما اینه که در شرایطی که ایران در خطر حمله نظامی قرار داره، در شرایطی که مردم داخل کشور واقعا از گرانی، از بیکاری رنج میبرن، این کشور و شما جناب آقای میبودی اشاره فرمودید به معضل بزرگی این 50 نفر سوریه‌ای که در قطر جمع شده بودن و نتونستن در شرایطی که زن و کودک و بچه در سوریه دارن بمباران میشن، اینها نتونستن به خاطر خودخواهی های خودشون به یک نتیجه‌ای برسن، علیرغم اینکه ابرقدرت‌ها یا حداقل قدرت‌های مالی مثل قطر و عربستان و آمریکا و انگلیس و فرانسه از اینا حمایت میکنن. بحث ما اینه که ما بتونیم، ما هموطنان از چپ، راست، مشروطه خواه، جمهوری خواه واقعا درک کنیم اون مشکلات مردم داخل کشور رو. ببینید اینها در داخل کشور به جنگ یکدیگر برخاستن، گروه احمدی نژاد با طرفداران آیت الله خامنه ای. پس کاری که ما داریم میکنیم اینه که هموطنان کنار هم جمع شیم در یک منشور، پشت یک منشور برای تشکیل یک شورای ملی که بتونیم صدای خودمون رو به مردم دنیا برسونیم. ما وقتی متحد میشیم صدای ما رساتر خواهد بود. فقط و فقط اینه. در مرحله بعدی وقتی شورای ملی تشکیل شد که هنوز تشکیل نشده، ما کمیته موقت یه مش تدارکاتی هستیم که میز و صندلی بذاریم برای اونهایی که میخوان بیان این شورا رو تشکیل بدن. وقتی که شورا تشکیل شد من کاملا موافقم با سرکار خانم بغرات. در اون موقع خب شما واقعا ادعا میکنید که میخواید جمهوری اسلامی رو بردارید و یک آلترناتیو، یک جایگزینی یا گزینه دیگری رو در مقابل اون به مردم ارائه میدید. این گزینه باید برنامه داشته باشه در تمامی زمینه‌ها. در اون مرحله این برنامه‌ها خواهد آمد. ولی الان از یه نفر دکتر، از یه نفر تاکسیران، از یه نفر مهندس، از یه نفر کارمند
که روزی 8-9 ساعت کار میکنه، 3-4 ساعت هم رفت و آمد داره، میشه 12 ساعت، حاضر 2-3 ساعت خودش رو هم بذاره رو کارهای مدنی، حقوق بشری و از اونهایی که در زندان هستن حمایت کنه و در ضمن بگه اگر همه ما کنار هم جمع شیم صدای ما رساتر خواهد بود، دیگه ما نمیتونیم از اون انتظار داشتیم که تمام برنامه‌های خودش رو ادامه بده. این یک. ولی در مورد کمیته موقت من فقط اینو عرض کنم، یه نکته خیلی کوچیک رو در رابطه با سخنان دوست گرامی جناب آقای شاهین نژاد فقط بگم که این کمیته موقت واقعا تأخر و تقدم و تأخری وجود نداره. هر کسی که هر موقع بپیونده مثل یک سیلابی است که همیشه آبش روان هست، جویبارها میتونن به اون بپیوندن یا از اون جداشن. در نتیجه این یک حرکت ملی است و همه اونهایی که در اون تو هستن و ازش حمایت میکنن به طور مساوی با همدیگه شریک هستن و ما واقعا امیدواریم که مشکلات زیاد هست، کمبودها زیاد هست، این بحثی توش نیست. ما میتونیم اینجا بشینیم از مشکلات و کمبودها صحبت کنیم، ولی واقعیت اینه که کشور ما نه تنها در خطر هست، خطر حمله نظامی، بلکه مردم ما در یک شرایط بسیار بدی هستند. گرانی بیداد میکنه هر کسی کوچکترین اعتراض. جناب دوشکی الان ماهاست ما داریم میشنویم که کمیته موقتی وجود داره که میخواد یه چیزی رو تدارک ببینه، یعنی شورای ملی رو. میخوام ببینم که این محدوده زمانی نداره فعالیتاش، یعنی بالاخره قراره چند سال طول بکشه تا این بتونه چنین چیزی رو تدارک ببینه؟ یعنی محدوده زمانی براش مشخص نشده یا شده؟ ببینید محدوده زمانی از نظر کلی که مشخصه که مشخصا در عرض چند ماه آینده خواهد بود، ولی چون هنوز تاریخش مشخص نشده من نمیتونم دقیقاً بگم. ولی شما اگر از من میخواید بپرسی خب نمیتونید بگی یعنی 6 ماه؟ نخیر، من خودم حدس شخصی من این هست که در عرض 2-3 ماه آینده این نشست، یعنی این نشست برای شورای ملی برگزار خواهد شد. در شرایط فعلی ما داریم رایزنی میکنیم با بقیه گروه ها و تلاش ما واقعا اینه که حد اکثر رایزنی رو با هموطنان داشته باشیم. تشکر میکنم. ممنونم. باید از بازداشت آگهی عبور بکنیم. امیانانم با توجه به شتابی که حوادث گرفته در کل منطقه مخصوصا در خاورمیانه به نظرم 2-3 ماه ممکنه خیلی فرصت ها رو از ایرانی ها بگیره. 2-3 ماه خیلی عجیبه. البته گفتم تصمیمی گرفته نشده، این فقط حدس من بود. ممکنه 1 ماه تا 2 ماه دیگه باشه. بله. ولی بین 1 ماه تا 3 ماه حدس شاید معقولی باشه. در این لحظات که من دارم با شما صحبت میکنم میلیون ها آمریکایی به طرف حوزه‌های رأی‌گیری سرازیر شدن. 120 میلیون فکر کنید امشب. و از بامداد وقتی که بخشی از آمریکا در خواب بود، مردم در شمال شرقی آمریکا به پای صندوق‌های رأی رفتن. اولین دهکده در که آرای خودشو به صندوق ریخت، مرکب از 10 رأی دهنده، 5 نفر به رامنی رأی دادن، 5 نفر به پرزیدنت اوباما و انتخابات از اونجا آغاز شد. دنبال میکنیم گفتگو با دوستان عزیز رو. هم میانم سرکار خانم الهه بقراط عزیز، آقای دکتر عبدالستار دوشکی و همینطور آقای مهندس شاهین نژاد. آقای نژاد، نظر شما میخوام ببینم که در این باره چیه؟ که آگهی تجارتی پخش میشد از خانم بقراط پرسیدم که فرمول ایشون یا توصیه ایشون برای اینکه این کار بهتر انجام میشد چی بود. ایشون توضیحاتی داشتن میدادن، به حرفای ایشون گوش میدادم. من به طور کلی 2 تا سناریو بیشتر به ذهنم نمیرسه در مورد یک حرکتی که بخواد در جهت ائتلاف و اتحاد باشه. یکی که یه نفر بیاد واسطه و بگه که من میخوام وارد عمل بشم، میخوام آسینا بالا بزنم برای نجات کشور نه الزاما منظور فقط تغییر رژیم. خیلی کار باید انجام بشه و اونایی که هستن بیان کنار هم واسطه. خب حالت اقتدارگونه داره و احتمالاً اگر کسی هم تو این شرایط بخواد قرار بگیره، اگر بخوایم کاندید یا نامزدی معرفی کنیم، احتمالاً از نظر حالا بالقوه میگن بالفعلشو کاری ندارم، احتمالاً شخص رضا پهلوی. خب این چند تا عیب داشت، ممکن بود 1-2 تا مزیت هم داشته باشه. چند تا عیب این بود که ایشون هنوز کاری نکرده، هنوز خیلی‌ها به خاطر عملکرد پدرشون به ایشون انتقاد میکنن، از ایشون میخوان که دوران پدرشون رو محکوم کنن
و بلافاصله بهانه‌ای میشد که بگن ایشون هم مثل پدربزرگ چکمه‌شو پا کرده و داره خلاف اون چیزی که حتی در یک نظام پارلمانی ممکنه در آینده نقششو داشته باشه داره عمل میکنه و بلافاصله این ترکش گلوله هایی که طرفش شلیک میشد این فضا رو اینقدر غبارآلود میکرد که فکر میکنم از حالا تصورش هم برای ما خیلی سخت بود که این جریان ممکن بود به جای بی انجامه. از سوی دیگه عموم مردم چون عضو گروه و حزب خاصی نیستن و به صورت پراکنده مسائل کشورشون رو پیگیرن، ممکن بود به خاطر اینکه مردم جذب قدرت میشن، جذب اقتدار میشن، اقبال نشون میدادن و یه دفعه یک موجی ایجاد میشد، یه موجی خیلی خیلی غیر قابل پیش بینی. به هر حال یکی از چیزایی که ما توی جامعهمون انجام ندادیم مسئله جامعه شناسی جامعه ایران، چه در برون مرز چه در درون مرز. یعنی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم رفتار عموم مردم رو در قبال کنش‌های مختلف. خیلی وقتا هممون شگفت زده میشیم، پیش بینی یه چیزی رو میکنیم، انتظار یه چیزی داریم ولی یه چیز دیگه رخ میده. این به خاطر اینکه ما کار کارشناسی رو جامعه نکردیم، روان جامعه رو نمیشناسیم. برای همینه که نمیتونیم بیایم الان بالاخره به یه اجماعی برسیم، فرض کنیم از رویداد سال 32 یا از رویداد سال 57. علتش اینه که نگاه فقط نگاه گزارش کردن رخدادها و یه مقدار تجربیات شخصی. برای اون مقطع زمانی خاص و برای اون مردم کار جامعه شناسی نمی‌کنیم. به هر حال ممکن بود اگر این اتفاق انجام میشد، ممکن بود با اقبال خیلی گسترده هم روبرو بشه، علیرغم اینکه گروه‌های 5 نفره یا گروه‌های سیاسی 30 نفره و 50 نفره هم از این جریان استقبال نمی‌کردن. چون من اعتقاد دارم ایرانیایی که در قالب گروه یا حزب کار می‌کنن در بیرون مرز به 5% هم نمی‌رسن. حالت دومی که ممکن بود عملی بشه که خانم بغرات گفتن این بود که کار به صورت یه اجماعی از به اصطلاح نخبگان جامعه سیاسی انجام میشد، ولی به صورت یه فراخوان عمومی که گروه‌های با این نام یا احزاب با این نام، از احزاب درون ایران بگیرید تا احزاب بسیار تند خارج از ایران، ما میخوایم این کارو بکنیم، بیاین کنار هم واسطیم. اولین پرسشی که به نظر من ایجاد میشد از سوی کسانی که دعوت شده بودن این بود که چه محوری کنار هم واسطیم، من سر چه چیزی باید با شما اتحاد داشته باشم. بعد لازمش این بود که منشور بیرون بیاد، یعنی همین اتفاقی که افتاد عملا. بنابراین هر گونه به قضیه نگاه بکنیم یک معایبی در کار دیده میشه که اون معایب رو نمیشه منکر شد، ولی من میگم در رابطه با مسائل ایران یه مقدار باید به قول امریکایی‌ها پرگماتیک عمل کرد، یه مقدار باید عملگرا بود، باید یه مقدار از مطلوباتمون از دلخواهامون رو کم بکنیم، با یک حداقلی رضایت داشته باشیم بتونه کار جلو بره. وگرنه مسلماً اگر بخوام آرمانگرایانه به قضیه نگاه بکنیم هیچگاه به یک راهکاری که نمیگم همه رو، هیچ وقت نمیشه همه رو راضی کرد، ولی یه درصد قابل توجهی از مردم رو راضی کرد و بهشون اطمینان داد و اونا رو تشویق کرد که بیان تو این کانال و تو این طیف قرار بگیرن و در این جریان همراه بشن و ما نمیتونیم پیدا بکنیم. منم مثل خانم بغرات 100% اعتقاد دارم که برای انجام یک کار اساسی و بنیادی در ایران لازم نیست همه ایرانی‌ها همراه بشن. این اصلا عملی نیست. هیچ جای دنیا تکان‌ها و اتفاقات بزرگ با حضور همه صورت نگرفته. در مصر بزرگترین تظاهراتی که انجام شد در اون میدان تحریر یه چیزی حدود 100,000 نفر آدم آمده بود تو قاهره‌ای که بالای 20 میلیون نفر جمعیت داره. ولی خب سیستم به هر حال رژیم سرنگون شد و مبارک هم برکنار رفت. حالا کار ندارم اینا که آمدن بهترن یا نه، ولی تغییرات بنیادی لازم نیست که حتما 90% مردم با هم همراه باشن. اگر به اون امید اون روز میخوام بشینیم، من به شما قول میدم من و شما که هیچ فرزندان ما هم همچین روزی نخواهند دید. عملی هم نیست، برای اینکه ذات انسان این گونه است که انسان‌ها با هم تفاوت‌هایی دارن، نمیتونن بخش عمده از شهروندا از یه جریان راضی باشن. ولی هم حرکت اقتدارگویانه، اقتدار مآبانه، هم حرکت جمع کردن نخبگان، هم حرکت مستقیم صحبت کردن با مردم به قول شاهزاده توده معایب خودشو داره، مزاجی خودش هم داره. واقعا اینکه کدوم یکی پاسخ میده به نظر من برمیگرده به اینکه چقدر قدرتمندانه آدم کارش رو انجام بده.
عموم مردم به خاطر جذب بسیار بسیار شدید بی‌اعتمادی که در جامعه ایرانی برقراره، چه در بیرون ایران چه در درون ایران، ناامیدی‌ها، دلسردی‌ها، سرخوردگی‌ها، طبیعتاً با هر پدیده اول با نگاه منفی روبرو میشن. میگن اینا خب یه عده جمع شدن اونجا میخوان برای خودشون از این وسط نمد کلاهی درست کنن، اون میگه میخوان باند خودشون رو جلو ببرن، اون یکی دیگه میگه این جریان به جایی نمیرسه، اون یکی دیگه میگه که من بودم ولی سرخورده شدم. همیشه این کامنت ها و نظرات منفی هست، ولی چاره چیست؟ این چاره‌ای که گفته میشه همیشه با خودش سری اگه و اما رو داره. من فکر میکنم که تنها راه کار اینه که یه مقدار زیادی از اون که دلخواه ما کم کنیم. من موقعی که این منشور امضا کردم با ماده 11 مخالف بودم، هنوزم هستم، ولی من نمیتونستم بگم ماده 11 رو حذفش کنین تا من بیام، برای اینکه آنچنان که آقای دوشوکی اینجا توضیح دادن و خود شاهزاده‌ام توضیح دادن، این یه پیشنویسه. اگر شورای تشکیل بشه و این شورا بیاد بگه ما میخوایم حالا ماده 11 رو حذف کنیم، خب حذف میشه. اگر ماده دیگری بخوان اضافه کنن اضافه میشه. ولی من فکر کنم بحث سر منشور و سر مرام و اعتقادات نیست. اونطوری که خانم بغرات گفتن سر روش انجام کاره، که روش انجام کارم واقعا من فکر نمی کنم یک نسخه بشه پیچی که تمام پر از مزیت باشه. عیبای خودشو داره. من شخصا از گروه ها و انجمن های سیاسی که چند نفره یا حداکثر چند ده نفره هستن بسیار ناامیدم و فکر نمی کنم مخاطب قرار دادن اینها بتونه شتابی به شکل گرفتن کار بده. اونایی که باید باشون تماس گرفته می شده در هر موردی فکر کنم تماس گرفته شده و احتمالاً دلایل خودشون هم داشتن که نخواستن پا پیش بذارن. بیشتر از این نمیشه معطل شد. امیدوارم فقط آنقدر اقبال به این جریان نشون داده بشه که یک مشروعیت یا حقانیت یا این جریان بتونه با خودش حمل بکنه و به هر حال یک نماینده درصد بسیار بسیار کوچیکی از جمعیت ایرانی نباشه. خب همین توی نهایه‌هو یک کاروان توی یک منزل توی یک بیابون ایستاده منتظر کسانی است که همراهیش بکنن. خب عده آمادگی دارن، نشستن، الان ماه هاست، بلکه بقیه هم که قرار بوده بیان ولی کسی اونا نمیان. چه کار باید کرد؟ واقعا باید چه کرد؟ از این لحظه آزادید به هم صحبت بکنید. خانم بغرات شما شروع کنید. دوستان میتونید به هم مکالمه داشته باشید در این فرصت باقی. بفرمایید. بله ببینید در مورد احزاب و گروه‌های سیاسی به نظر من مسئله به تعدادی که اونها هستن و اینا بر نمیگرده، بلکه به یک موضوع کیفیه. یعنی یک جریان‌های فکری هستن که در چپ، در راست، در میان ملی‌ها، در میان مذهبی‌ها ممکنه 2 نفرم باشن ولی یک جریان فکری هستن. من منظورم این هستش که باید این جریان‌های فکری رو مخاطب قرار داد. منظور از مخاطب قرار دادن هم این نیست که اونها باید بیان و در یک راهی با هم متحد بشن. من کاملا میدونم که بسیاری از اینها سر بسیاری از چیزها نمیتونن به اصطلاح در یک جریان قرار بگیرن. کسی که معتقد به اصلاح جمهوری اسلامی هست طبیعتا نمیتونه در کنار کسی قرار بگیره که معتقد به تغییر رژیم هست. تمام اینها مشخصه. منتها حرف من روی این هستش که باید مسئولیت این آدم‌ها رو یک در این که کشور ایران به چنین وضعیتی دچار شده بهشون گوشزد کرد و به مردم گفت، و 2 مسئولیت اینها رو که باید مسئولیت بپذیرند برای رهایی ایران از این شرایط به اونها گوشزد کرد و به مردم هم گفت و پاسخ منفی اونها رو برای برون رفت از این راه در برابر چشم مردم به نمایش گذاشت. ببینید جریان اتحاد و ائتلاف و تلاش برای اینکه به هر حال شرایط ایران تغییر پیدا کنه سالهاست. از سالها پیش این ماجرا وجود داشته و تلاش‌های متفاوتی شده. این تلاش‌ها در ماه‌های اخیر یه مقدار جدی‌تر شده و هر کدوم هم به هر حال در یه مقدار مسیرهای گوناگون، ولی همونطور که دوستان هم می‌دونن و شنوندگان عزیز هم میدونن به صورت موازی داره پیش میره. همه هم ادعای دموکراسی و تلاش برای نجات ایران و حقوق بشر و غیره میکنن. من به شخص برای همه اینهایی که واقعا برای ایران و مردم و برای دموکراسی کار میکنن آرزوی موفقیت میکنم.
اما میدونم که هیچ کدوم از اینها به تنهایی به جایی نخواهند رسید. من این رو همواره هم نوشتم، هم به خود کسانی که این تلاش ها رو میکنند اگر ارتباطی وجود داشته گفتم، به تنهایی به جایی نخواهند رسید. اتفاقا اگر این وسط یک اتحادی یا ائتلافی وزنی داشته باشه، به دلیل وجود رضا پهلوی همین شورای ملی هست. من سمپاتی من اتفاقا بیشتر به طرف این نهاد هست، با وجود همه انتقاداتی که نسبت به روش کارش دارم. کار من اینه، من باید انتقاد بکنم، من نمیتونم. یه دلیل اینم که به هیچ کدوم از اینها نمیپیوندم، برای اینکه میدونم این پیوستن دست و پا و دهان منو برای انتقاد میبنده، چون از دو طرف مورد حمله قرار میگیرم اگر که بخوام بعداً انتقاد بکنم. یکی از طرف همون کسانی که بهشون پیوستم، چون بلافاصله از زوایای مختلف خود طبیعتاً دلشون نمیخواد یک سری مسائل مطرح بشه و این طبیعیه، همه جا هست. و یکی هم از طرف بیرونیا که جناب علی که رفتی اون تو، چرا مثلا نمیشه به حرف شما اعتماد کرد یا از این زاویه. ببینید، با وجود همه انتقادهایی که نسبت به راه و روش این جریان، من منشور ملی رو، منشور پیشنهادی رو وقتی خوندم برای کسانی هم که برای من فرستاده بودن نوشتم، به غیر از یکی دو نکته کوچک که بیشتر سلیقه‌ای بود و یا بیشتر تدقیق میکرد، هیچ چیز دیگه به ذهنم نرسید. اولا خیلی خوب بود برای اینکه مختصر بود. اصلا این منشورهایی که 4 صفحه مینویسن که طرف اصلا حوصله نمیکنه بخونه، مردم عادی حوصله نمیکنن بخونن، این خیلی مختصر بود، مشخص بود، زبان ساده ای داشت و به اصطلاح میشد خیلی راحت این رو با خیلی مردم ساده هم مطرح کرد. انتقاد من نسبت به روش این جریان کار کمپینی و امضا در اینترنت هست و در این حال ناروشنی در مورد اینکه مثلا خب قرار کنگره یا نشستی برگزار بشه، کیا قراره در این، یعنی این کسانی که قراره در این باید شرکت بکنن مثلا چگونه انتخاب میشن، ناروشنی هایی در این هست. و نکته دیگر که انتقادات دیگر و یا مسائل مطرح میشه از هراس و نگرانی هست. من هنوز معتقدم اگر اتحاد و ائتلافی، حتی اگر وزنی مانند رضا پهلوی پشتش باشه، که به نظر من این تعارف نیست، هیچ شخصیت سیاسی دیگری مثل این شخص این وزن سیاسی رو نداره. اگر کسی نسبت به خودش دچار این توهم هست، من به هر حال باید احتمالاً برای خودش این موضوع رو توضیح داده باشه. یعنی به دلیل حالا یا پیشینه و به دلیل حرفایی که اعتقادی که خودش تا کنون نشون داده، وزنی در میان جامعه. اجازه هست من فقط به چند تا از این نگرانی‌هایی که جناب علی فرمودید جواب بدم. تا اولا در کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی، نگاهی که ما داریم خیلی فرق میکنه با اون نگاه کلاسیک اپوزیسیون. یعنی نگاه اپوزیسیون به اون درد خودپرستی هست که در بین خیلی از این جریاناتی که در خارج کشور هستن وجود داره و قراره که اینها بشینن کنار همدیگه و این درد خودپرستی یکدیگر رو درمان کنن، در صورتی که نگاه ما واقعا به درد مردم ایرانه، به اون بیمارانی هست که نمیتونن برای خودشون دارو تهیه کنن. دولت میگه چون ارز نداریم. اگه واقعا ارز نداریم، پس از کجا این همه اسلحه برای سوریه از روسیه خرید میکنید و اونها رو میفرستید برای سوریه که مردم رو کشتار کنید، در صورتی که مردم ایران دارو حتی ندارن؟ درد ما اینه و اون بحثی رو که ما در منشور در کمیته موقت برای تشکیل شورای هماهنگی داریم به سوی درد مردم هست که بتونیم اون درد رو منعکس کنیم، که بتونیم بیانگر دردهای مردممون باشیم، تا اینکه بپردازیم به یه مشتی آدم‌هایی که واقعاً، من به همشون نمیگم، من از اول گفتم که به اونهایی که فعال سیاسی هستن در خارج واقعاً باید ازشون تشکر کرد و نه انتقاد، ولی بعضیا هستن که این درد خودپرستی اینقدر اینها رو در خودشون درگیر کرده که براشون مهم نیست که بیمار ایرانی در داخل کشور یا از بی‌دوایی داره میمیره یا از بی‌غذایی. این کسی که واقعا در خارج زندگی میکنه باید این حداقل درد مردم رو حس کنه و به خاطر اونها از عقاید خودش، از اون افکار و تعصبات خودش گذشت کنه. حرکت
شورای ملی دقیقا در اون راستا هست و به همین دلیل نگاهش به یک نگاه نخبه نیست، چون بعضی از این نخبگان متاسفانه بخشی از مشکل هستند. شما نمیتونید سراغ مشکل برید که بیایید همون مشکلی رو که ما در عرض 33 سال داشتیم در رابطه با بعضی از این، به اصطلاح من وقتی میگم بعضی چون منظور من همه نیست، من به خیلی هاشون احترام میذارم، ولی بخشی از اونها هستند که واقعا پاره از مشکل اساسی که در اپوزیسیون هست اینها هستند و نمیشه برای حل مشکل به خود مشکل رجوع کرد. باید رفت دوای درد رو پیدا کرد. حالا دوای درد ملت ایران رو جمهوری اسلامی تهیه نمیکنه، به جای اون اسلحه میخره به سوریه میده. این وظیفه ماست که حداقل این حس همدردی رو با مردم داشته باشیم و به جای اینکه بگیم بهترین راه چیه، به هر حال راه همینه. ما اونچه که در چنته داریم اینو گذاشتیم و میخواهیم که حرکتی رو تشکیل بدیم، میخواهیم که واقعا یک شورایی تشکیل بشه و این شورا امید مردم ایران بده که اونها واقعا مردم ایران در یک یأس و ناامیدی مطلقی هستند و هیچ هم نمیتونه کوچکترین اعتراضی بکنه، چون بلافاصله سرکوب میشه با زندان و شکنجه و حتی اعدام. این وظیفه ماست که از این من و منها گذر کنیم و واقعا وضعیت حساس. خب آقای دکتر دوشوکی، تو کی قرار ما اینقدر نصیحت بکنیم؟ ببینید ما 30 سال داریم نصیحت میکنیم به بقیه که آقا دست از تفرعون بردارید، فرعونیت کافیست، تکبر، تبختر ایدئولوژیک، این همه خودشیفتگی. خب وقتی این اتفاق نمیفته واقعا باید همینجور کماکان ادامه بدیم، یعنی همین استراتژی هشدار و پندهنده است، باید ادامه پیدا بکنه. بالاخره باید یه فکری کرد، یه کاری کرد. آقای نژاد آخرین کلام 2 دقیقه خواهش میکنم بفرمایید. بله، من فکر میکنم که اگر که میخواهیم بخش قابل توجهی از مردم از اون حالت بی‌تفاوتی در بیان و همراه بشن با جریانی که میخواد از این بنبستی که کشورمون دچارش شده ما رو به یک گذری برسونه، به یک گذر نجاتی برسونه، اینه که همونطور که اشاره کردیم به جای اینکه بگیم که چه وضعیت خرابیه و چه جای آلوده اینجا و این خرابه پر از آشغاله و پر از مگس و پر از عفونته و پر از بیماریه و این منظره زشت و بارها به مردم نشون بدیم که خیلی‌ها فکر کنم خودشون حس میکنن، چون بوی تعفن رو میفهمن، منظره زشت رو میبینن، خرابی رو میبینن، منکرات اجتماعی رو میبینن، عقب ماندگی کشور رو میبینن، مشکلات فرهنگی رو میبینن و خب از همه جلوتر اقتصاد رو میبینن. بیایم بگیم که اگر ما از این مرحله گذر کنیم چی در انتظارتونه. من به جای اینکه این چیزها رو به آقای فرض کنیم میبودی بگم، اگر دست آقای میبودی رو بگیرم و ببرم یه باغ و بستانی بهشون نشون بدم که چشمه آب زلالی داره، آبشاری داره، خوش منظره است، میوه های خوبی داره، بوی عطر گل میاد، طبیعتاً ایشون برای رسیدن به اونجا میخواد عبور کنه و وارد این گذر میشه. این گذر عبور مسئله که هست ما باید عنوان کنیم که ما درآمدهای نفتیمون چگونه میتونه هزینه باشه که در جهت توسعه درست کشور به کار بره. اگر بشه چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم با دوری از یاغیگری بین المللی و پشتیبانی از ترور سرمایه خارجی رو جذب کنیم و این سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کار ایجاد میکنه. خب تا همینجا رو داشته باشید آقای نژاد، متاسفانه وقت ما تمام شد، مجبور خداحافظی بکنیم. خانم الهی بقراط عزیز به من بگید که پیش بینیتون چیه؟ رامنی اوباما امشب؟ من بیشتر هستم به طرف اوباما هم. حدستون. آقای جوشکی فکر می‌کنید کی پیروز بشه، رامنی یا اوباما؟ والا پیش بینی در مورد آینده خیلی مشکله. شما اگه از فردا صبح از من بپرسید من پیش بینی می‌کنم. آقای نژاد؟ من برخلاف میلم فکر می‌کنم اوباما ببره. اوباما. عجیبه، خیلیا که طرفدار آقای رامنی هستن معذالک وقتی مورد نظرسنجی قرار میگیرن میگن نه ما طرفدار رامنی